بینندگان ارجمند، برنامه مستقیم سلام خوجند را ادامه می‌دهیم و این فرصت بخش مصاحبه را آغاز می‌کنیم با کارشناس دائمی برنامه، راهبر مرکز رشد انسان سما در ولایت سوخت، مشاور مالیوی، صاحبکار، شخص فعال جمعیتی رستم رحمت الله. و برنامه خوش آمدید. سلامت باشید. هفته گذشته بنابر موافق آمدن مصاحبه بر روز نوروز بین المللی یعنی 21 مارت نتوانستیم صحبت کرده باشیم، ولی فکر میکنیم مانند تماشابینان شما رو پزمان شدیم. سلامت باشید. نوروزها چطور پسی سر شدن؟ بسیار ناز قبول کردیم. من از فرصت استفاده بوده تمام بینندگان رو با عید نوروز با عید بهار تبریک کردنی هستم. بگذار بهاری آمده ایستاده برای هر یکی خاندان ما پربرار باشد، با موفقیت باشد، آنچه که آرزو دارد مردم تاجیک جامعه عمل بشد. تشکر زیاد. این صبح ما صحبت میکنیم آیدی موضوع علم گرفتن، نقش مقام علم در حیات هر یکی ما و شما. چرا علم ضرور است به ما و شما، علل خصوص در عصر قرن 21؟ خود علم چیست؟ سلامت باشید. مبارزه من وقتی که امروز با برنامه آمده ایستاده بودم در کوچه بسیار بارانی خوب باریده است. بسیار بارانی خوب، بسیار بارانی ناز، الکی بوی بهار آمده است، بوی زمین برآمده ایستاده است. من یک چیز را مشاهده کردم که علمم چون باران است. درست. یعنی اینو ببینید، باران باریده ایستاده است، کدام زمین آب رو خودش رو میگیرد و بعضی زمین ها آب رو به خودش نمیگیرد. زمینی شور آب رو به خودش نمیگیرد است. یعنی زمینی که خوب هست باران رو به خودش گرفته ایستاده است و جواباً با حاصل داده ایستاده است. یعنی یگان درخت، یگان نهال، یگان زراعت رو باز چیکار میکند؟ تولید میکند. یعنی از خودش میبرد. علمم چنین است. با سری هر یک کس باریده ایستاده است. یک کسی میگیرد، دیگر کسی نمیگیرد. با عجیبش این است که بعضی نفرها علم را میگیرند و به دیگر کس میدهند. یعنی دیگر کس را چیکار میکنند؟ میسابزانند. اکنون علم مهنتی باطنی را طلب میکند. اینو ببینید، ماهی چنان آب را دوست می‌دارد که وقتی که از آب برآمد چیکار میکند؟ میمیرد. اکنون ما هم علم آموزی را از همین ماهی آموخته ما درکار که دائم باید ما شروع علم کرده باشیم. از وقتی تولد به همه شخص یک امکانیت خوب می‌دهد که امکانیت موفق بودن و خوشبخت بودن را. از همین امکانیت نه هر کس استفاده میبرد. یعنی وقتی که آدم خواهد که خوشبخت شود، موفق شود، چی باید کرد؟ علم گرفت. علم آموزد. اینا ببینید که بسیار شخصان از حیات رفتن در زیر خاک هستند، لیکن نامشان زنده. آنها رو چی زنده کرد؟ علم، عمل، دانششان. البته 1000 سالها، 100 سالها نامشان باقی مانده است، کارهای خوب کردنشان. لیکن بعضی شخصان هستند که در روی زمین نامشان رو هیچ کس نمیداند. چی؟ علم با علمی. فردوسی میگوید که بناهای آباد گردن خراب، زبالان و از تابش آفتاب، پی افکندم از نظم کاخ بلند، که از باد و باران نیابد گزند. نمیرم از آن پس که من زنده ام، که تخم سخن را پراکندم. تا هنوز زنده است. خب خیلی مثال جالب را آوردید. انسان از دیگر مخلوقات روی زمین چون از همه آفریده خداوندی انسان مکملتر است و شعور و تفکر دارد. خصوصیت فرق کننده ما نیز از دیگر مخلوقات در همین است. پس ما باید این شعور خود را پیش از همه استفاده بریم. چرا در بسیار حالت انسان از علم گرفتن خودداری میکند، یا که گویا علم در نظر انسان یک کوه هست که اون رو فتح کرده نمیشه. درست. برای چی؟ سبب در چی است؟ درست. بسیار مثال خوب آوردید. نبینید که ما علم گرفتن میخواهیم لیکن نمیکنیم. ما چی اداره کرده ایستاده است امروز؟ ما عادت ها ما اداره کرده است. عادت‌های ما غلام عادت‌های امروزی ما. یعنی ما میخواهیم موفق شدن، میخواهیم حیات رو دیگر کردن، لیکن عادت‌های ما نمیماند همون کار را شروع کردن. یعنی ما عادت‌های بعضی شخصان چی است؟
بسیار خوب رفتن، تلویزیون بسیار تماشا کردن، اینترنت بسیار بیهوده گشتن، این عادت ها می‌دارد. اکنون برای عادت نو کردن کمتر زحمت لازم، کمتر توجه لازم، کمتر همین از بالای خود کار کردن لازم. برای علم گرفتن کمتر توجه کرده، نشسته، مطالعه کرده، به نه هر کس همین راه میرد. اگر خواهیم که ما موفق باشیم، همون کارهایی باید کنیم که شخصای موفق کرده ایستادن. شخصای موفقی که پیش از ما هم بودن، حاضر هم هستن، چی کار کردن؟ از بالای خود کار کردن، علم گرفتن، دانش گرفتن و این علم و دانششان برای دیگرها کمک رساند. اینا ببینید که امروز اون چیزی که در گرد و اطراف ما هست، اون چیزی که امروز ما هر روز استفاده میبریم، این همه سبب علم است. نتیجه علم است. نتیجه علم است. نتیجه علم. یعنی یک کس علم رو آموخت، امروز شرایط ما رو خوب کرد. یک کس علم رو آموخت، کاری ما رو آسان کرد. یعنی این همش با میاد. اینا ببینید که دایره مثال خیلی که شما گفتید علم رو همچون کوه میبینم، لیکن هست که تو تا توانستن همون آب رو از دریا گیر، تا قدری برداشتد. درست. نه هر کس امروز آب رو پورا آب رو به خود گرفته میتونه، نه تا قدری امکان گرفته میتواند که چشیده میتواند که از همون دایره علمی که رفته ایستاده است. نه همین اگر ما دایره سیره، اگر ما علم رفته ایستادگی باشد، هر کس در اقتدار خودش رفته گرفته و زندگی خودش باید زندگی خودش را باید آبشاران کنه. من یک چند مدت پیش یک چیز رو خوندم که فرزندان در کتاب یا در مجله خوندم که برای پدر و مادر خود منتداری کرده ایستادن که رحمت به پدر و مادرم که در دل ما مهر کتابخوانی رو انداختن. ببینید که بایگری ماندن، نه مهر کتابخوانی رو. وقتی که من با پدر و مادرم در سفری وای بودیم، روسیه بودیم، یک کوارتیر رو در اونجا چی کردیم، برای یک مدت ایستادم، ببینیم که یک خانه پر از کتاب، همین خانه پر از کتاب. من گفتم که همین شخصا از ما هم بدولت‌تر، چون که هر یک کتاب، هر یک همون درون کتاب در آمده براندگی، یعنی در همون جا، در همون عالم، در عالمی همون کتاب بودگی. اینا حاضر همین خیال هست که شخص آیندهش سه چیز معین میکرده است. یکمش کدام کتاب رو مطالعه کرده است، دویمش استادش کی است، سومش با کی دوستی میکند. درست. اگر ما همین چیز رو انیق کنیم، میگوییم که همون شخص آیندهش کی است، آیندهش کی شده میتوند. برای همین یکم کتاب ایستاده است. برای همون که ما بیشتر توانیم که همین برای کودکان، برای نورسان، نه بلکه کودکان و نورسان، نبینید که بسیار کسا چی میگوید فرزندش درس کردیم، کتاب تا خوندیم، ها خوندم، لیکن واها فرزند تا خودمون گفته کتاب گفته خونه خوانیم، مهر کتاب واها نمیبیاید. یعنی ما خودمون نمونه شده ما در کار که یک چیز مطالعه کنیم، خوانیم. وقتی که من برای یک دوستم یک 10 نمودی کتابی که در از طرف سما استحصال شده است دادم و به من منتداری کرد که من خودم خواندن سر کردم، همسرم خواندن سر کرد، فرزندم هم خواندن آغاز کرد. یعنی همین 10 کتاب ما حیات ما دیگر کرد. یعنی ما شروع کردیم به خواندن. بسیار کس نمیداند که چی را خواند. مثال چی را خواندن نکن، همون چیزی که به شما برای زندگیتون بهتر شدن کمک میرساند. بسیاری ها علم گرفتن را چی میکنند؟ علم گرفتن برای فقط معلومات گرفتن نه، علم گرفتن برای حیات دیگر کردن باید باشد. یعنی میگویند که عالمی بی عمل، زنبوری بی عمل. علمی که ما گرفتیم حیات ما رو دیگر کند، یعنی خلق و رفتار و کردار ما رو دیگر کند. بعد این علم به ما کمک میرساند. دانا آدمی عاقل، آدمی دانا کدام خردمند کدام شخص بود است؟ اون نفری که با دانستگیش، یعنی با علمی گرفتگیش زندگی میکند، یعنی عمل میکند. درست. تشکر زیاد. در زمینه امروز سخنتا میگه علمت به عمل چه یار گردد قدری تو یکی هزار گردد، یا که علم چندان که بیشتر دانی چون عمل در تو نیست نادانی. نه محقق بود نه دانشمند، چهارپای درو کتاب چند. همون میزی هست که بالاش به چقدر کتاب ماندگی ماننده همین است. درست. میگوید سعدی یک سوال دارم، از چی باشد که گفتم ممکن است یک فرصتی معین
ایمیج، آبرو و نفوذ علم گرفتن کمی کاسته شده است، علاوه خصوص بین نوجوانان و جوانان. یعنی پریوریتیت مسئله اولین درجه نمیدونن درست تا یک اندازه درست از چیز و چی طور این ایمیج رو ما باید برداریم. درست. من همین یک هفته شد یک همسایم گفتست که همین فرزندم میگوید صنفی 8 یا 9 میخواند، میگوید که من به تلفن قیمت خریدته، پدرش مجبور کردست که تلفن قیمت خریدته. یعنی بسیاری ها چی میگوید خودنمایشی و گذاشتن، با تلفنشون، با ماشینشون، با یک چیزشون خودنمایشی. وقتی که آدم علم به توجه میکند به این چیزا نیاز ندارد. یعنی مادیات بزینه اول برآمده است نظر به معنویات. انا ارزش های حیات ممکن با بعضی نفرها دیگر شد، خودنمایشی شد. یعنی تلفنی خوب داشته باشد در همون سی وای بهتر خوبتر، یا ماشینی خوب داشته باشد این چیز. اکنون این چیز من فکر میکنم که این سالهای سال آمده ایستاده است. این هم تاثیر میکند. خطایی که ما امروز می‌نویسیم در دوام 100 سال چند بار عوض شد. این هم باعث می‌باید که برای مردم از کتابخوانی دورتر شدن. یعنی چیزی که می‌دونیم تو حرف کریلیکی خط فارسی بود. پس از آن یک زمان به خط لاتینی گذشتیم. پس از آن با خط کریلیک گذشتیم. همون فرصت‌ها بود که آدم‌ها از خواندن دور شدن. لیکن ببینید که 100 سال پیش چقدر مردم ما می‌خواندن. خطی فارسی بود، خطی چی بود. اکنون همین چیز سکین جای خودش را انداخت. لیکن همین مکتب خوب شد که اکثریت مردم خوانده نوشتن را یاد گرفتن. امروز ها میگویند که هر یک اون نفری که خوانده نوشته میتواند او خود به خود استاد است، خود به خود معلم است. نباید که ما یک کسی رایمو اگر شرایطمون نباید چی نکنیم. دیگه ما هر یک تمام میتوانیم کتاب مطالعه کنیم، با همون کتاب سوال جواب کنیم. یعنی همون کتاب چی نوشته است ما باید همون عمل کنیم. نبینید که برای کتاب نویسن کدام شخصی که کتاب نویسد آسان نیست، سالها لازم است. 1 سال، 2 سال، 5 سال یک کتاب هست که 10 سال. لیکن ما فرصت نداریم که همون یک ماه نشسته خوانیم، مطالعه کنیم. ولی چیز بهترین ها رو جمع شده است در اونجا. یگان کس کتاب نمیگوید که من چی در نظر دارد نویسد، که همه چیز چی کرده مقایسه کرده، در حیات دیده، سانی مفصل کرده در کتاب می‌دارد. فردوسی بزرگ 35 سال شاهنامه رو نوشته است که تاریخی تا 5000 ساله‌ای تا عهد ساسانیان را در بر میگیرد. بیچاره 35 سال نوشته است، تمام مالکیت میراث گذاشته را همه را با اون صرف کرده است. با وجود آن 20000 درم هدیه گرفته است. البته پس از مرگش اشترهای زیاد، لیکن پس از مرگ و چی معنی دارد؟ چون از تاریخ روایت ها چنین هستند، با وجود آن ما نمیخوانیم آن رو. نمیخوانیم. تشکر زیاد بینندگان ارجمند. یادآور میشیم صحبت داریم با راهبر مرکز رشد انسان سما در ولایت سوخت، مشاور مالیوی، صاحبکار، شخص فعال جمعیتی رستم رحمت الله. از یک جانب علم میگیریم، ولی مسئله دیگر بسیار نفرانی هستند که میخوان آموزن و کوشش هم میکنن برای آموختن. کتاب میخوانند، علم همیشه در جستجو هستند. امروز واسطه های علم گرفتن خیلی زیاد است. چون زمان پیش می رود، تکنولوژی ترقی میکنه. حتی اینترنت هم هنگام شبکه‌های اینترنتی هنگام درخواست کردن دانش ضروری به شما الکی پیشنهاد میکند. خیلی واسطه قلای است برای معلومات گرفتن. از شبکه اینترنتی شما میتوانید هزارها، صدها هزار کتاب را دریافت کنید، میخوانند. ولی مرحله دیگر این همون علم را در عمل تطبیق کردن است. درست. که باز در نظر ایشان یک کوهی دیگر میتابد. درست. یعنی ما علم را با کدام مکانیزم چگونه در عمل تطبیق کنیم و شناخته توانیم که در عمل این چگونه میشود. درست. بسیار یک سوالی خوب را دادید. در حقیقت بسیار نفرانی که امروز در مرکز ما میبیایند، جوانان علمشان هست و همون رو یعنی عمل کرده نمیتونن، چگونه راه و روش را نمیدانند. یعنی ببینید دانستن دیگر، توانستن دیگر. درست. وقتی که شما میدانید برای توانستن کی دکار استاد لازم.
استاد لازم، چون که همون توانسته همون راهش داره. بسیار کس میگه ما همین خواندوسیمو نکی چگونه کردنش رو ندونستم. وقتی که ما صحبت میکنیم نیم ساعت صحبت میکنیم الکی و میفهمد که چی باید کرد که همین چیزی علمی گفتگیشه در زندگیش تطبیق کند، عمل کند و در زندگیش تاثیر رساند. ببینید اگر علم نباشد، علمتون نباشد، دانشتون نباشد، در هر جایی که روید شما رو چی میکرده؟ با فریب میخورید، با شما رو گمراه میکنند. شاعر گفته است که ترازو گر نداری پس تو رو زیرو ره زند هر کس، زیرو هر کس. یکی قلب بیاراید تو پنداری که زر دارد. درست. تو پنداری که زر دارد. هر یک چیزی که قلبی که هست تو میفهمی که زر. برای چی بسیار کسا حساب ندانستند اکثری صاحبکارای خرد و میانه امروز در فریب فراموده ایستادند. همونا میبیاد با علم نگرفتن. علمی صاحبکاری حالی ما رشد نکرده است. بسیار صاحبکارا میگویم که بیایتون علم گیریتون، دانش گیریتون، میگویم نما خدا میدانیم. اکثر همین عادت ها رو به صاحبکارای ما امروز ما باید کنیم، چون امروز صاحبکار بسیار کارهای بزرگ کرده ایستادن، جای کاری کرده ایستادن، انداز داده ایستادن، پولی برق داده ایستادن، پولی آب داده ایستادن. اکثر وزنی ها در سری امروز صاحبکارا. ما باید همین کنیم که صاحبکارا علم آموزی شروع کنن. پیش از همه برای کارشون روش کردن و کارشون آسان شدن. ببینید همین مشت وقتی که شما همین مشت میقپید، همین مشت کشاده نمیشه. یعنی معنی ما وقتی که ما دانش نمیگیریم معنی ما همین خیلی میشه. یعنی یگان چیز حل کرده نمیتوند. همین زندگی و پرابلم نیست، زندگی و مسئله هست. مسئله چیکار کردن نکن؟ حل کردن نکن. کی حل میشه؟ که ما دانش داشته باشیم، علم داشته باشیم. وقتی که شخص به علم گرفتن و دانش گرفتن و شروع میکند، از همه چیزی قیمت وقتش رو صرف میکرده است. البته وقت رو صرف میکند. برای همون ما بیشتر توانیم که صاحبکاران رو، اون نفرانی که میخوان تجارت آغاز کنند، اول علم گیرند، به علم صرف کنند مبلغ، ثانی مبلغ به تجارت صرف کنند. بسیاری ما اول مبلغ به تجارت صرف میکنیم، دیدیم که کارمون نشده است، بعد ثانی به گفتن صرف میکنیم. برای بعد ثانی یک معلومات گرفتن و چی کردم. اینو ببینید من حاضر همین عادت‌های ما چه خیلی است. همین تلویزیون میگن تکنیکه اگر میگیریم، اول همین کنوپکاش زیر کردن میگیریم. وقتی که نفهمیدیم ثانی بعد کتاب شیشه میخونیم. برای چی چونین است؟ این عادت هست، عادت. این چیز در دولت‌های اروپا چی؟ اول کتابچه‌اش رو می‌خوندن، خود خوندنش رو می‌فهمن، دستورالعملش رو می‌خوندن، بعد و نقطه‌اش رو زیر پخش می‌کنن. عادت خیلی عادت‌های عجیب. گویا معنی سر چپشون. سلامت باشید. بینندگان ارجمند، یادآور میشیم صحبت داریم با راهبر مرکز رشد انسان سما رستم رحمت الله. درباره عادت‌ها گپ زدید. علم رو در عمل تطبیق کردن البته استاد لازم است. ولی از چی باشد که ما بیشتر با عادت‌های خود تکیه میکنیم؟ در مثال آنکه صاحب کار رو شما مثال آوردید، اول مبلغ رو صرف میکنیم، پس اون در جستجو هستیم. کدام عادت‌های ما به این تاثیر میرسونند؟ از کدام عادت‌ها ما دست کشیم؟ عادت‌های پیش از همه عادتی ما گفتم من خودم میدونم. یعنی من خودم میدونم. همه هر یک کس باید در زندگی همچون دانشجو باشد. شاید این اساسی مغروری باشه. مغروری هست. این چیز هر چیز گفتم ممکن. من خودم میدونم. وقتی که این شخص من خودم میدونم، من خودم زور میگوید، معلوماتی که به او لازم است تا حتی معنی قبول نمیکرده است. وقتی که او دائما همچون دانشجو میباشد، کدام معلوماتی خوبی که شنود معنی به خودش قبول میکند. ما دائم ما در کتاب ها چی نیست که دانش آموزی از گوهر تا گل. یعنی ما همه وقت دانشجو باید باشیم در زندگی. خیلی که من بینندگان محترم این چیز رو تصدیق کردنی هستن میکنن، چقدر که آدم به علم توجه کند همون قدر میدانست است که نمیداند. معلوم هم شد که هیچ معلوم نشد. نه لیکن آدمانی که به علم توجه نمیکنن میگن که من خودم میدانم، من خودم بهتر، و به زندگی خطا
می‌بینید که بسیار کس از خطاگی می‌آموزد، از خطاگی خودش. یعنی ما بهتر از اون که از خطاگی دیگران سبق گرفته کارم رو پیش بریم. این چیز به ما ارزان‌تر. وقتی که من گفته بودم یعنی خاطر آمده نیست، در یک پورت میگویند، در کرابلایی که می‌ایستند، بندرگاه یک نفر چی داشته ایستاده است، یک نام‌نویس ایستاده است که من خطاگی‌ام رو می‌فروشم. یک کاپیتان کاپیتانی همون کشتی می‌بینه تو خنده می‌کند که این می‌سوی دیوانه شد که خطاگی‌اش رو می‌فروشه و میرد بعد از دور 3 روز در همون منطقه میرد که گرداب می‌فروید، کشتیش غرق می‌شود، این یک خودش زنده می‌ماند. بعد میگوید که بعد از 2 ماه می‌سوی چی گفتنی می‌خواست، میرد پیش می‌سوی میگوید که می‌سوی من 2 ماه پیش گذشته بودم تو همین تبلیغ رو داشته بودی، چی می‌خوای گفتم؟ خیلی کمتر مبلغ میدید و میگوید که همون منطقه و گرداب هست، شمالی بادی گنده هست، تو باید همون چیز گذر میکردی، عبور کرده میگذشتی. دیدید نه؟ ما چیکار میکنیم؟ همون خطاگی و همه چیکار دوست فرامده ایستاده است. ما از خطاگی یعنی میگید که امروز صاحب کاری که امروز کار کرده ایستاده است، وقتی که رفته میپرسید که من همین کارم رو چی باید کنم، گفت و به سوالاتون جواب میده. لیکن برای وای صاحب کار وقتش صرف کرده است، مبلغش صرف کرده است، علم دانش گرفته است برای شما همین چیز مانده نیست است. اینو ببینید که در دیگر دولت ها صاحب کار رو بیشتر وام میخورند، یگان میگویند که یگان بازی گلف میگویند یک چیز میگویند وام میخورند، در همونجا اویدی پیشروی و اون چیزایی که شد نشد مصلحت میکنند، یعنی به دیگر معلومات داده میستند. همین چیز ما باید امروز بین صاحب کار رو جاری کنیم که بیشتر با یکدیگر صحبت کرده باشند، بیشتر از یکدیگر با خبر شده باشند. ما همه اکثری بعضی نفر، من اکثریت نیستم، بعضی نفرها همین کارش رو درست میکنند، دیگرش درست میکنند. همین یک دهقان بوده است، همه سال وقتی که چی میکند، کشت میکند، از دیگرها کشتش خوبتر، حاصلش خوبتر. بعد به او سوال میکنند که چی وحی هست که اینو ببینید، یک آب، یک زمین، یک دورو، لیکن حاصل شما از دیگرها خوبتر. سونی باید دهقان میگوید که وقتی کشت میشد، من با همسایم کوشش میکنم که تخم بهترین کاره، اگر مبلغش نباشد من مبلغ میدم. با این همسایم میبینم که وقتی که پارو پاشته ایستاده است، پاروش نیست، من مبلغ میدم که پارو پاشد و یعنی چیزهای ضررناک همین گرد و اطرافی ما نبیاید، بعد حاصل من خوب میشه. من اینگی چی گفتنی؟ همین صاحب کارهای ما با یکدیگر که رشد کنیم کمک کنن، با سخنشان، با عملشان. ما همین چی میگیم کنکورنت میگن و کارشان درست میکنن، سخنشان درست میکنن. نه، ما باید یک جای رشد کنن، صاحب کاری باید یک جای رشد کنن. ما نه بلکه بازاری تاجیکستان، بیرون از بازاری تاجیکستان ما باید محصولات استفاده کرده برای فروشیم. درست. از نگاه شما یک شاید از موضوع بیرون باشد ولی این هم علم است، رقابت تا چه حد است و تا چه حد باید رقابت باشد بین صاحب کار کدام نموده فعالیتی که نباشد؟ رقابتی باید سالم باشد. زیر مفهوم سالم چی را باید فهمید؟ زیر مفهوم سالم همین که با یکدیگر چی میگن دشمنی کرده، با چی میگن ضرر خود را نرسانیم. ما بینیم که همون چیز خوب رفت است، فکر کنیم که من چی باید کنم که این من خوبتر شود. درست. همین فکرم باید باشد، نباید باشد که من ضرر من رسانم. چیکار همین ناکامی رقابت به خرسند شدن نه، یعنی چی میگه درماندگی دیگر کس به وقتی که آدم خرسند میشد و خودش هم چیز در میمونه. نباید همین چیز باشد. ما چی همین یگان رقابت ما یگان چیز به ناکام شد می خرسند میشن. نه، نباید خیلی باشه. از روی آداب انسانی هم نیست. انسانی نیست. و گویم عذاب و شکنجه همسایه نمیخندید. درست. از روی آداب انسانی امروز هست این چیز. برای همون ما برای پیشروی کوشش کنیم که یک جای سبز میگن که بین آدم اعضای یکدیگرند، زی آفرینی زی در آفرینش زی گوهرند، چه عضوی به در داور روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامد نهند آدمی. باید مهنت هر یک نفر را قدر کرد.
پس از اون تو آدم هستی میگم. درست. سلامت باشید بینندگان ارجمند. یادآور میشیم صحبت داریم با راهبر مرکز رشد انسان سما، مشاور مالیوی، صاحبکار شخص فعال جمعیتی رستم رحمت الله. این نوبت میگذاریم به واسطه به بخش تجارتی رکلام و پس از آن بخش رابطه را آغاز میکنیم. شما میتوانید آید امروزه موضوع که مقام و منزلت علم در حیات ما و تطبیق عملی آن، تأثیر آن در حیات ماست، سوالهای خود را به کارشناس برنامه پیشنهاد کنید.